رادیو داماش صدای شما. برای علی آل کثیر فرصت هست برای میلاد پورصفشکن و پنالتی که به درستی اعلام شد. تک به تک شده بود میلاد پورصفشکن با دروازه‌بان تیم آبالان. بله، بازیکن شماره 33 این تیم اخراج شد از زمین. خود میلاد پورصفشکن ضربه رو میزنه و میگیره. آذرآباد، مختار آذرآباد چه خوشحالی میکنه، نمیذاره علی آل کثیر توپ به بیرون بره. ارسال علی آل کثیر، یه ضربه از علی چیز رو گل میثم میرپسندیده بود. یه ضربه از میثم میرپسندیده، بازیکن شماره 18 تیم داماش در برگشت توپ رو درون دروازه قرار میده. داماش گیلان 1 آبالان کامیاران 0، در حالی که توپ بیرون نرفته بود. علی آل کثیر توپ رو ارسال کرد و میثم میرپسندیده بود که توپ رو درون دروازه قرار داد. ضد حمله برقاسا یاران تیم داماش 2 در مقابل 1. علی آل کثیر یه پاس بده تمومه. پاس نداد علی آل کثیر، شاید چون پنالتی قبلی رو با حرف و حدیث گرفته این پنالتی رو اعلام نکرده. به هر حال رقابت رو به عهده کارشناسان داوری خواهیم گذاشت. فرصت برای یاران تیم داماش، حالا علی آل کثیر بزنه، علی و گل علی آل کثیر دو حرکت زیبای ارشیا توکلی. علی آل کثیر گل دوم رو در دقیقه 23 نیمه دوم به ثمر میرسونه. حالا سعید باقرپسند، نازن سعید و وای و کورنر برای یاران تیم داماش که توپی رو از توی دروازه در آورد آذرآباد. از اون گلای زیبا رو شاهد بودیم اگر این توپ در دروازه قرار میگرفت. گل پلی استیشنی میشد این ضربه سعید باقرپسند، نشد که بره تو دروازه. رفلکس آذرآباد هم پلی استیشنی بود. 70 دقیقه از کل دیدار، گل در دقیقه 68 به ثمر رسید. گل دوم تیم داماش رو عرض میکنم توسط علی آل کثیر. پرتاب اوت بلند توسط امیر تیزرو، وای چه بازی میکنیم عزیزان شنونده. ببینیم به چه ترتیب این توپ را ارسال میکنن روی دروازه. بسیار بی هدف و ضعیف این کار رو انجام میدن. حالا 4 در مقابل 3 تیم رو به جلو داره بازی میکنه. بریم ببینیم بالا سوم میزنیم یا نه نتونست توپ رو درون دروازه قرار بده. حالا ضربه کورنر رو مصطفی آقاجانی هست که باید بلند بفرسته روی دروازه. ضربه مصطفی بلند هست، یا هم جاسم یاسراللهی میاد و شادیش رو با او تقسیم میکنه. داماش گیلان 3 آبالان کامیاران 0. از خدای خودش هم تشکر میکنه. سجده بر زمین مقدس رشت و گل سوم. توپ رو به طاق دروازه میکوبه علی آل کثیر. داماش گیلان 3 آبالان کامیاران 0. تو رو خدا این بازی رو ببینید شنوندگان عزیز، یا گوش کنید با هر طریقی که میتونید. کادر فنی و عوامل تیم ماشین سازی، شما هم ببینید این بازی رو چجوری میخوان جلوی این داماش رو بگیرین. 4شنبه در ورزشگاه بنیان دیزل با این بازی ما یه پای فینال جام حذفی هستیم. شنوندگان و بینندگان عزیز،
رادیو داماش .ir